زحمت سر جوانان صدا میکنم. نمازت بخوان. نماز به خدا قسم، خدا به نماز موت ضرورت نداره، به والله به روزه موت ضرورت نداره، به والله به زکات موت خداوند ضرورت نداره. او ذات بی نیاز است. موت تو ضرورت داریم. به خاطر خدا سجده کو و به خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این دنیا میره، به خدا میره، این چیزی نمیبریم بجز از اعمال نیک، بجز از اعمال نیک. اگر ما پیش یک رئیس میریم 6 رقم خدا تیار میکنیم، عطر میزنیم، او روزی که با حضور خدا و با پیش خدا میریم، چی خوب است که با حضور با نماز بریم. شاید یکی از بنده گناهکاری که در این خاک باشم ما باشم، ولی من که عشق میریزم میگم جوان به خدا نماز بخوان، با خدا باش که عزت خدا به ما داد. ما پیدا کردیم عزت که چی لذت داره دین. به خدا دین اسلام دین محبت است، دین انسانیت است، دین دوستی است، دین دشمنی نیست. و او کسایی که دین سخت میگیرم از سر سلام میکنم که برادر به خدا قسم که دین ما دین صفا است، دین صلح است. و به کسایی که برادر خدا میکشن و هزاران فامیل یتیم ساختن، به خدا طفلی را دیدیم این قدر این کاکاو سودا میکنه. میگم بچه چی میکنی؟ میگه کاکاو سودا میکنم. میگم نانوار خانه نداری؟ به خدا دست چپ راست خدا نمیفهمه. میگه غیرت ما قبول نمیکنه که مادر ما برای کالاشویی کنه یا دست به گدایی بزنه. مردم ما به چی وضعیت است؟ این دلیلش چی است؟ از خدا دور شدیم. با والله از خدا دور شدیم. با خدا قسم از خدا دور شدیم. بیا به دامن خدا یک بار چنگ بزن، ببین که خدا چی میکنه. ببین که خدا چی میکنه. کار صادقانه که بیادرایی که استاد از به خدا نماز خوانده بخواه بیلی خدا مبره یار خدا برشان داده، ما چی؟ یا او کسی که در او سر دنیاست مهرش هم اندازد روزی رسان خداست، این دانه که پیدا کرده روزیش میرسانه. و به من ایسه یک جوانی که من حق دارم سرطان صدا میکنم که هر کاری که میکنی به خود میکنی، ولی بیا کاری کنیم که سبا روز پیش خدا رفتنی هستیم. اگر همی خداوند سوال کنه که پای جور داده بودند با پا چی کردی؟ اگر بگوی دست داده بودند با دست چی کردی؟ اگر بگوی زبان داده بودم با زبان چی کردی؟ اگر بگوی چشم داده بودم با چشم چی کردی؟ و او روز استاد شویم و بگویم که یا الله
من به پای به خاطر تو خدمت میکردم طرف مسجد میرفتم. یا الله به این دست به خاطر تو من دست دعا بالا میکردم. و این چشمی که از تو حیا میکرد خداوندا، کامره تو در بالای سر ما بود. در هر جایی که میرفتم تو با ما بودی. بیا که یک دست دعای دیگه هم بالا نکنیم. یک دست دعا بالا میکنیم که یا الله، یا الله، یا الله، جوانایی که گمراه هستن یا الله تو به دین اسلام مشرفشان بگردان. یا الله جوانایی که پدر و مادر آزار میتن یا الله یک مهر در دل از ما بر تو تا پدر و مادر نرنجانند. و یا الله جوانایی که به خاطر تو خدمت میکنن یا الله به خاطر تو خدمت میکنن و خداوند توهین و تحقیر میشن یا الله ای جوانا را صبر نصیب بگردان. و یا الله هیچ دروازه ای که نمان به سوی تو میریم یا الله دروازه رحمت تو به سوی ما بسته نکنی. یا الله هر کسی که